مواد لازم برای تهیه کیک هستی: 3 عدد تخم مرغ، 150 گرم شکر، 3 قاشق غذاخوری ماست پرشر، 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 2 قاشق غذاخوری عسل، 1/4 پیمانه گلاب، 2 قاشق چایخوری پودر هل، 270 گرم آرد گندم، 3/4 پیمانه روغن مایع. تو مرحله اول 3 قاشق غذاخوری ماست پرشر رو داخل یک کاسه بریزید و بیکینگ پودر رو بهش اضافه کنید. خوب همش بزنید. این کار باعث میشه بیکینگ پودر فعال بشه و کیکتون حسابی پف کنه. بعد هم زدن کاسه ماست رو بذارید کنار. توی مرحله بعد توی کاسه بزرگ تخم مرغ‌ها رو یکی یکی بشکنید. توجه کنید که تخم مرغ‌ها باید همدمای محیط باشن. بعد شکر، پودر هل و عسل رو اضافه کنید. با هم خوب بزنید تا رنگ مواد روشن و بافتش کرمی بشه. این مرحله برای پفدار شدن کیک خیلی مهمه. پس با دقت انجامش بدین. حالا گلاب و روغن رو اضافه کنید و دوباره هم بزنید. همینجاست که عطر خوش هل و گلاب پخش میشه. مرحله بعد مخلوط ماست و بیکینگ پودر رو که از قبل آماده کرده بودیم اضافه میکنید و با مواد خوب مخلوط میکنید و در آخر آرد علک شده رو کم کم اضافه میکنید و با لیزک یا همزن آروم هم بزنید. دیگه لازم نیست خیلی تند بزنید، فقط در حدی که آردمون با مواد مخلوط بشه. خب مایه کیکمون آماده هستش. برای پخت از قالب مافین یا کاپ کیک استفاده میکنیم که توی همه لوازم قنادی فروش‌ها موجود است. داخل هر قالب کپسول کاغذی مخصوص کیک هستی رو بذارید و قالب‌ها رو تا 2 سوم پر کنید. حالا میرسیم به نکته مهم فر. فر رو باید از قبل روی دمای 180 درجه سانتیگراد روشن کنید و حداقل 20 دقیقه پیشگرمایش بدید. این پیشگرمایش خیلی مهمه چون باعث میشه کیک ها از همون اول شروع به پف کردن بکنن. وقتی قالب ها رو داخل فر گذاشتین زمان پخت حدود 20 تا 25 دقیقه است. برای اینکه روی کیک ها خوش رنگ و طلایی بشه میتونید 5 دقیقه آخر گریل رو روشن کنید، اما با حرارت خیلی ملایم، چون اگر گریل زیاد باشه سریع میسوزن. پس نهایتا روی 1 یا 2 بذارید، فقط چند دقیقه کوتاه. حالا یک نکته خیلی مهم برای ظاهر کیک. قبل از اینکه کیک ها رو داخل فر بذارید میتونید روی هر کیک یک شیار یا زدر ساده ایجاد کنید. این کار هم کیک رو زیباتر میکنه و هم کمک میکنه داخل و بیرون کیک به طور یکنواخت بپزه. وقتی پخت کیک تموم شه شیارها باز میشن و پف کیک خودش رو بهتر نشون.
اگرم دوست داشته باشی میتونید روی شیرهای کوجت یا خلال پسته بریزین تا کیکتون هم خوش‌رنگ‌تر بشه هم سنتی و جذاب‌تر. و در نهایت کیک‌ها میرن داخل فرن برای پخت نهایی. وقتی روی کیک‌ها طلایی شد یعنی آماده است. بذارین کمی خنک بشه بعد با یک فنجون چای تازه دم نوش‌جان کنید. ببینید چه بافت و پف خوبی داره.